یا شکاچی ما شکار حالا بخوری شما کار دیگه نکنید دست شما درد نکنم واقعا تفنگت گو من کنار جا خورده یه آبریزی بشه خجالت کشید میزنید طرف آلمان بودیم نه یارو اومد پاشو گاز گرفت آره نه گاز گرفت یارو اومد گاز گرفت سرباز هیتلر اومد ما برداشتیم اینجوری نشونه گرفتم یارو از اون ته اومد اینا اون پرتقاله نه پرتقاله که میبینی آها آره همون اینجا آره زد عجب زد ای والله خیلی خوب زد همینجوری دارم مثلا تو گوش یارو افتاد زمین و گفت آقا ببخشید گفتم خیلی خوب بلند شو برو دیگه اینجوری خلاصه خوب زدی نشید عالیه علاوه بزن یکی دیگه علاوه زیرش نگاه جا با دود اینه دود چیشه نه چای صحرایی مونه خیلی قشنگ شد بعد از اون پشت دیدم فرماندهش در نمیدو تپه رو داری میاد پایین حالا ما هم بیشتر یه رو بیشتر پیشنگ نداشتیم توش گذاشتم اسلحه رو اینجا نشونه رو گرفتم همونجا داشت وسط دوتا پیشونی اون پرتقاله رو که میبینی پرتقاله آره وسط دوتا پیشونی گذاشتم و اون دفعه زدم پایینش خود بالاش خورد خودش خورد بالاش خورد بالا سرش خورد دیگه همینجوری گذاشتم خب عالی بود بعد همینجوری گرفتم و گفتم آقا بفرما آقا این خیلی بهتره اینقدر پایین تنیدا میخوره خود غریبه نه ابزار پارچه دبزا ها پارچه وجود نیست پارچه نداریم اینقدر پایین تنیدا تمام بود کامل میشد دستهاشو آب بزنم خیلی داغ شد ما خیلی وقت سرباز نازی نکشتیم راستکارمون نیست ولی خب بعد آخر هیتلر اومد آره بعد هیتلر رو دیدم در ده بودو با اون سیبیلاش هیچ دیگه تو ما هم گذاشتیم گفتیم جون تو این یه فشنگ آخرین فشنگ مال هیتلرمونه اینو پیدا کردید اینو پیدا کردم همینجوری که گذاشتم نشونه رو که گرفتم نه عالی بود این دیگه واقعا زد واقعا خورده نه واقعا زد عالی بود واقعا خورده هیتلر زد تمام شد علی اینجوری بود بعد گفتم آدم خودکشی کرده فلان ما هم نخواستیم خلاص معروف بشیم آره خودکشی کرده حالا کواز شد